صفتی نچندان خوب تأمین قوای برق بر رشد بخش خصوصی تاثیر منفی می‌رساند. در این باره رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان 30 ینور در جلسه جنبسته شورای مشورتی گفت و تاکید کرد که ساحه انرژتیک تاجیکستان باید نوسازی شود. بحران چند ساله برق در تاجیکستان نگذاشته است مسئله با کدام صفت و استعمالگر رساندن آن وسیع‌تر مطرح شود. با اقرار کارشناسان هنوز هم فرهنگ طلب حق استعمالگری در تاجیکستان خواستگار تجدید و ترمیم است. به زیورشاه محمد ساکن شهر دوشنبه نه تنها داشتن برق مهم است، اینچنین به صفتش نیز دقت می‌دهد چون که یک بار ضررش را دیده است. او میگوید 2 سال پیش به دلیل پست و بلند شدن شدت برق تلویزور، کامپیوتر، یخدان و ماگنیتوفونش کار ناشایم شد. جهاز خراب شده اش را تعمیر کرده و شهرداری از انتقال به صفت برق شکایت برد. نماینده‌های شبکه برق ناحیه سینا آمدند و از من زبان خط گرفتند و اون مبلغی که من برای تعمیر کردن این وسایل فنی خودم مصرف کرده بودند اون مبلغ برای من بازپس دادند. مقامات شهر دوشنبه میگویند وابسته به انتقال برق در سال 2016 همگی 16 شکایت خطی و شفاهی گرفتند. عریضه‌های شهروندها با طور شفاهی و خطی اساساً درباره سطح صفت برق در کدام سمت بودن برق بسیارتر به ما مراجعت میکنند. با وجود آن که سنجش صفت برق ساده به نظر می رسد مردم به آن نظر جدی ندارند. در نگیدن نکه گاهی پست بلند می شود. یک همسایم به ویش سوختگی نکه تلویزیونش خلدنیکش سوخت است. وترنری ویانی حیوان دکتر هستم. درباره کسل حیوان бошам майли мегуфтам ки масъалаи барқати намедонам. Когда включаешь плиту, она практически спираль горит, но не греет. Потом день-два проходит, раз повышенное питание. زیورشاه میگوید به همسایه‌های خود توصیه داده است که مکتوب نویسند تا به مشکلی آنها رسیدگی شود. با گفته او مردم امید ندارند که شکایت آنها را کسی میشنود. طبق مقررات شرکت‌های تأمین کننده برق باید جبران برق بی صفت را به مشتری بپردازند. با گفته مقامات برای گرفتن جبران پولی استفاده برندگان باید با شرکت‌های تأمین کننده برق شرطنامه بندند. چون آنها با تشکیلات‌های تامین کننده انرژی برق شرطنامه‌ها دارند، از همین لحاظ آنها باید با تشکیلات تامین کننده انرژی برق مراجعت کنند. ناظران بازار مشاهده کردند که در اکثر حال بین استعمالگران عادی و شرکت برقدهی شرطنامه وجود ندارد. فریدون شاهینبکوف معاون رئیس اجرایی اتفاق استعمالگران تاجیکستان میگوید شرطنامه تامین برق شرطنامه عمومی می باشد و طبق کدکس گرجدنی تاجیکستان بستن آن حتمی نیست. و گفته او طبق قانون‌های سال 2014 بستن شرطنامه عهده‌داری خود تامین کننده برق می باشد. معین شده است که برق باید 220 ولت انتقال کرده شود پلوس مینوس 10%. با این حال زیورشاه محمد بعد آنکه جهاز خانه اش سوخت به خاطر جلوگیری از تکرار آن دنبال یک دستگاه رفته است که حد معیار برق را حفظ میکند. درخواست کردم برای من فرستادن و اینم در همون پهلوی پاکت که اتومات در پادیز هست در همونجا میگذاریش و این یک خوبیش اون است که معیار حدی بالای برق و معیار از همه پایان نگاه می‌دارد. وقتی که برق از حد زیاد شد خودت مشخص میکنه که 230 ولت 240 ولت میمونه. از 240 ولت که زیاد شد معمولا کاملا همه خانه سویتش خاموش میکنن تا که هیچ در خانه نسوزه.